سلام بچه، امیدوارم خوب باشین. امشب میخوام راجع به یه دروغی که راجع به یادگیری بهمون گفتم باتون صحبت کنم. میگن هوش تغییر نمیکنه. عجب. ما دو نوع ذهنیت داریم، ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد. توی ذهنیت ثابت آدم‌ها اعتقاد داره مهارت‌ها و هوش و استعداد پایه من همه ثابته، تغییر نمیکنه. یعنی از هر کدومش یه مقدار دارم و همینو بس دیگه. بعد از اون تلاش میکنه که باهوش‌تر به نظر برسه و کسی فکر نکنه که احمقه. تو ذهنیت روش انجامش اعتقاد داره استعداد توانایی ها میتونه با تلاش و تدریس خوب با فشاری بهبود بده. اونا لزوما فکر نمی‌کنن همه چی به یه شکل به همه میتونه اینشتین باشه، ولی اعتقاد داره هر کی میتونه با تلاش از الانش باهوش‌تر بشه. اکثر ما به این فکر نمی‌کنیم که آیا ذهنیتمون ثابته یا ذهنیت رشد داریم. شیوه تفکرمون